سلام دوستان عزیز، امید که جور و تیار و صحتمند سرحال باشین. خدا کنه شب و روز بخیر بگذره، لباس خیر در تن داشته باشین. دوستان عزیز، ما یک چند روز پیش یک ویدیو من نشر کردم. دوستان انتقاد کردن که لباس افغانی خود بکش، پتلون کو، بعد از او دستانه بیا لایف بیا یا ویدیوی تبان. دوستان عزیز، در لباس افغانی ما شما حنانات ماست، اصلیت ماست. باید در گوشه دنیا باشیم، از لباس افغانی خود حمایت کنیم، لباس افغانی خود بپوشیم و استفاده کنیم. با ما فرق نمیکنه چی کشور اروپایی، هر کشوری باشه، اما انانات خود و افغان بودن خود هیچگاه فراموش نکنین. دوست عزیز، ما با او دوست خودی پیام دارم که لطفاً دوست عزیز، تو آمدی سر لباس های ما گپ زدی، من یک افغان هستم، ما باید با لباس افغانی باشم، ما باید انانات وطن خود فراموش نکنم، باید با مو جامعه که در مو وطن خود زندگی کردیم، با مو لباسی که در وطن خود سپری کردیم، باید در مو لباس خود استفاده کنم. فرق نمیکنه برای من. پیشان اشاره کردم در گوشه دنیا باشم، چی در داخل کشور باشم، چی بیرون از کشور باشم، باید با مو لباسای افغانی خود، با مو انانات وطن خود احترام بگذارم و احترام داشته باشم. سلامت باشین دوستای نازنین، همیشه موفق و کامگار باشین، چه در داخل کشور هستین چه بیرون از کشور هستین. همیشه جور و تیار و صحتمند سرحال باشین، همیشه لبخند در رویتان باشه، همیشه موفق و کامگار باشین دوستان عزیز.